روشنامه که بریتانی ناوی راستقینه خلیفه داعش ینو اشکره کر و گوت کبرای سرکرده کی حزبکی عراقیه. روشنامه گاردیان یا بریتانی دراپورته کی تا گوت کناوی راستقینه ابو ابراهیم قارداشی خلیفه نوی داعش امیر محمد عبدالرحمن مولا سلبیه. وکر روشنامه گاردیان دبیجه امیر محمد عبدالرحمن مولا سلبی خلیفه داعش سرپرشتی تواهی توان کل دجی خلک شنگال هاتنه انجام دان کریه و به فرماناوی او توان هاتنه انجام دان. روشنامه نابوری گوچی کو خلیفه نوی داعش خلک باجارو که تل احفریه سر به پارێزگەها نینوابه و برای عادل سلبی سرکرده برای ترکمانا عراقیه و حتی بری کو امیر محمد به خلیفه داعش پیوندی اوی به برای وی وهبو. سری صبح روزا یک شمه کفتا 27 هیوادهان سال 2019 دو اپراسیون که تایبت تیم که سربازیا امریکای تایبت بناو دلتا فورس ابوبکر بغدادی خلیفه داعش لباجار ادلبه کو دکفه باکور روش آوای سوریه ده کشتن و پشتی کشتن ابوبکر البغدادی ابو ابراهیم کو به عبدالله قارداش تیناس کرن و که خلیفه داعش هاته دست نشان کرن. جدما کو رخصنا تیروریستی داعش درست بویا حتی وکه ایرو رخصنا تیروریستی به هزاران توان و کمکجی لدجی سویلان لسوریه و عراق انجام دانه و تویج نابرنا یک جاری داعش لسوریه و عراق هاتی راگهاندن هینا چکدارن رخصنا تیروریستی لهر دو ولاتان دلو تفگری ده بردوامن و بردوام حکومت حریم کردستانه ولاتن حریمی و جهانی جلو تفگر چکدارن داعش اگه داردکه.